احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در صحیفه‌هایش در توییتر و فیسبوک خبر به دست طالبان افتادن دره پنجشیر و آوازه بی اساس نامید. این بیانیه احمد مسعود در پاسخ به ایده‌های طالبان است که طرفداران شب گذشته در کابل با تیر و موشک اندازی پیروزیشان در پنجشیر را جشن می گرفتند. متن پررای پیام احمد مسعود چنین است: هیچگاه از مبارزه برای خدا، آزادی و عدالت دست نمی کشیم. مبارزه چه مثل پنجشیر که تا الحال محکم ایستاده و چه مثل خواهران با غیرت هراتی ما که فریاد حق خواهی را شجاعانه بلند کردند. نشان دهنده این است مردم از خواسته بر حق خیش خسته نمی شوند و از هیچ تهدید نمی هراسند. شکست وقت اتفاق می افتد که از مبارزه بر حق خیش دست بکشید و خسته شوید. مردم ما هیچ وقت به توکل خدا خسته نمی شود و تا ساختن افغانستان آباد و آزاد و مستقل به پیش خواهند رفت. گنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان در حکومت اشرف غنی نیز در توییترش نوشت طالبان تا حال پنجشیر را نگرفته است. خواهش میکنم با آوازه های بی اساس روحیه نیروهای مقاومت را نشکنید. غلامان پاکستان اگر پنجشیر را اشغال کنند پنجشیر گور آنها خواهد شد. طالبان شب 3 سپتامبر اعلان کرد که پس از 5 روز جنگ‌های شدید جنگیانش توانستند وارد دره پنجشیر شوند و مرکز پریان بزرگترین ولسوالی ولایت پنجشیر را اشغال کنند.